عرض تهیه کته. ما چجوری بود کته؟ اسکل شنبولی اسکل داشاخ باش. نه فوقش نده. آدشی؟ آره آره هیچی نیست. کته بذار از این حد بگی. باید برنج و قابلمه رو بذاری رو گاز. ایوه. آره بعد برنج رو میریزی یه بند انگوش اینا رو قاطی کنی. آره این موادش قاطی میکنی. یه بند انگوش. یه بند انگوش آب بیاد بالا. بعد این آب معدنی باشه آب شیر باشه. آب شیر. آب شیر. آره بعد میاد بالا. چی میاد بالا؟ بعد میذاری نردبون میذاری توی قابلمه آب بیا بالا. بعد میذاری آب این چیز قابلمه تو کته میشه. ایوه. آره الان مردم همه یاد آره. از اینا ایرانی کته بلد نباشه درست کنه. من میدونم مواد لازم هم که بلدی؟ سیب زمینی. بلدی؟ نه سیب زمینی، پیاز. این باید آقا سجاده ببینیم. باید هنر خودشون، خلاقیت خودشون باشه. ما همجوری داریم آفرین. خیاری درست میکنیم. ما مواد لازم هر چی داشتیم. آره. هر چی موجود بود. موجود در همین حد. سیب زمینی ببینیم. مشکله. تو اینو الان ننداختی تو قابلمه. چرا؟ گرمه. گفت من خب بیام اینجا. خودش میاد. خب سیب زمینی الان ما چی داریم؟ سیب زمینی، پیاز، یه مدل کف دسته. کفتا؟ کف دسته. کف دسته چقدر؟ کفتا هستم؟ کف دست من کف دست خودت گوش شخ کرده شاید کمتر. فقط قسمت کفش. آره فقط میخوایم دیگه اسم گوش شخیاته رو غذا باشه دیگه. هدفمون اینه. در اصل دمیه. آره نه 11 نه دمی هم داشت بریم چیزه دیگه. کته تا الان همه مواد مواد میشه دیگه. اونم کته طور کت میشه. هست دیگه. دمی کت هست دیگه. دمی داگه هست. کت کت هست. داگ هست. سیب زمینی و اون چیزم که نمک و فلفل اینا که به مقدار لازم. تلویزیون شبای فیلم نشون میده. دالگیس گیس دالگ. خب یه مرحله پیش رفتیم. این پیاز اصلا این شیرجوش ولی سیب زمینی یه ببخشید. آره. نه تو بکن بفهم کونه شده به ما دیگه نمیشه دوست. یه نکته خاص بگو. نکته خاص آره. اگه میخوای تو زندگی موفق شی باید برو دنبال دلیلش. این گوشت ریز کنی نکته خاص بگو. ریز نیستی. ریز ببینید برای اینکه اون مزه زخم گوشت به اصطلاح بخوایم بگیریم پیاز خیلی مهمه. مواد دیگه گرده قوره زخم میگن یا زخم زخم اینو بچه تو کامنت میگن. آره. یه قشنگ هم میزنیم بره به خوردش بیاره به خورد گوش بشه. این گوش باید رنگش تغییر کنه. قهوه‌ای مایل به قشنگ بپزه دیگه. مایل به قرمز. نه الان به قهوه سیاه بشه. بسوزه اصلا. نه دیگه از اون سوزه خیلی خوشمزه است. قهوه‌ای چه همه چی یادم میاد. قهوه سوخته. این خوشگله. من رو بیاد روش خوشگل تر هم میشه. آفرین. همیش بیاد توش که اصلا رنگین کم میشه. اون موقع کار گرفت. اون موقع امضای کار. بعد نمک رو به میزان لازم همین. یکم دیگه به میزان لازم. همین. یکم دیگه. خب بیشتر جا کن. میخوام دستم باشه زیاد. خوبه دیگه.
میکنم. او پودر سیر. بس اون دهنو سیر میگه. نه دیگه چیزش نکن. سیب زمینی این وقتی که اومد بالا اول میای که چیزش کنی. اولین کاری که میکنی اول میترسی. نه اول نباید بترسی. کنترل خودتو حفظ میکنی. کنترل واسه فیلم میگم. به به روبه خونگی ها، made in home. بیرونگی نیست. چه بوی چه بوی. مینی رو اضافه میکنیم. خورا ساعت دیواری تو چرا بیداری من از ایدم رفته ورم با تو چرا بعد قش میکنم میریزه روم یه شیشه آبقند من به هوش میام چک میزنم به گوش داور